اینک ما در پنجکین هستیم، قشلاق کلخوسیون. در اینجا اینا شویر موزنخون کارخانه تشکیل کردک. انا کارخانه توبتی و فیتنس بسیار پیشروی ها دوره حرکت کرده شویردی ما اومده همیشه یاردم میکنیم کم کم انا کار پیش میبریم. کسی که بیماری استومور هستن با اونها کار میکنیم. اینا یکی از مشتریای ما استاد علیف طالب از اهل زیویی هستند که ما بسیار اهل زیویی را دوست می‌داریم. آدمای با معرفتند، آدمای عالم هستند، آدمای دانشمند هستند. اینا ما در 3 روز همراه اینو کار کردیم، 4 روز کار کردیم. بگذار خودشون از نظر زیویی بهادی‌اند. تشکر زیاد. یک بزرگ ما گفته است که سر خود را از دو کس پنهان مدار، از طبیب حاذق و از یار غار. و گفته استادان عزیز ما که به ما دست دادن، جاشون جمع نشد، استادان بزرگ بودن، می گفتن که اینجا در نظر دارد طبیب حاذق اون کسی هست که با طبابت فرزندان مردم اشخاص معین سر و کار دارن. طبیب حاذق اون کسی هست که واقعا مردم منفعت بردار از او هستند. طبیبان بسیارند، اما طبیب خوب باز دیگر است. و عموما یعنی دکتری طبابت، طب و بعد معلمی، این دو کسبی در واقع پرشرف است که هر دو با مردم بیشتر سر کار دارند. یکی طبابت میکنه و ما سلامتی میدهد، البته با امر پروردگار شفا میدهد که توسط بنده نیکش همون کس یعنی شفا مییابد. و دیگری معلم یعنی با تعلیم و تربیت فرزندان مردم سر کار دارد. و من افتخار میکنم که امروز در حقیقت به نزد یک برادر عزیز که اون کس طبیب حاذق هستند، محترم شاید بختیار، ما انسان را توسط رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اینترنتی خیلی خوب میشناسیم، ولی با شنیدن میگن که باید مانند دینا. و امروز در پهلوشان هستیم و تا چند روز توبه گرفتیم و من خیلی منت دارستم. در واقع خیلی دکتر خوب هستند، یعنی طبابتشون مقصدناک و نتیجه بخش هست. تا چند روز ما در همینجا آمده مثلا توبه گرفته ایستادیم و بعضی کارها شاگرد شما موضوع با ما شاگرد عزیزی ما در مکتب تحصیلات میانی ما رقم 6 تحصیلات ما درس داده به این شاگرد. و امروز من خرسند هستم که این آدم شاگردی طبیبان دادر عزیز ما هستم و بسیار خوب شد که در دهیر غوثر جماعت دیهات لایق شللی یک کارخانه کشادن و هر روز اینجا مردم زیاد آمده ایستادن، طبابت گرفته هستند، شکر گرفته ایستادن و این البته غمخواری است. ما خیلی خرسند هستیم. من باور کنم دارم که همون مردم دیگر که از همین بیماری ها اذیت میکشند، با مانند بیماری مثلا گردن است و بیماری میان است که اینا شکل‌های گوناگون دارند ولی در زبان بین الخلقی خندراز میگویند، مردم از این درکت از اون کشته ایستادند. ولی وقت از اون که مردم فهمند که فرض کردیم به نزد کسی رفتن طبابت میگیرند و سلامتی میخواهند، البته که باید بیاید، حتما بیاید. و شنیدن دیگر است ولی در عمل آمده مثلا طبابت گرفتن و با دکتر مصلحت کرده فرض کنیم آنچه مثلا اگر دستور میدن اگر رعایت کنن انشاءالله همه خوب میشه، سلامت میشه. در جان سلامت باشه استاد. از آن رحمت. این استاد چندین جا توبت رفتند، در نزد ما اومدن استخوان‌ریزی گردن دارن که استخوان‌ریزی گردن یا استیفتوی گردن رو هر کس روز کردن نمیتونه. شکر ما هم پیش قریب 1 سال ایرا توبت میکردیم. حاضر ما در 3-4 سیانس همه ایرا دوستمون را توبت کردن میدیم. شما از کارهای ما راضی هستین؟ شفا یافتین؟ خداوند سبب کرد ما را. سلامت باشه. من اینجا قد کردم، من بسیار جا رفتم، خیلی 10-12 نمود سناتوری ها رفتم، طبابت خان رفتم، نه از خوش معامله هستم، خیلی توصیه‌ها دادم، گرفتیم طبابت رو. ولی همین نسبت علتی من نسبت همین درد استخوان راست میان راست گرد که اون طبابت های موقتی بود. ولی امروز وقت از اون که آمده دیدم که در خط با دستان یعنی معجزه آفر خود که مثلا محض میکنن
بسیار عجیب است. من فهمیدم که یگانه راه نجات از همین درد، از همین گونه بیماری ها ان همین کار است. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر شما جان. که اهل زیوی که هستین، اهل زیو بسیار با علم هست، راستگو هستند، راستخواه هستند. ما هم از اهل زیویی هستیم و با کارهای خودمون ما 99% کفالت داده میتوانیم. شفاینده خداوند است. ما 99% برای چی میگوییم؟ ما تمام استعماره رو امروز در 3 زیاد 4 سیانس روز کرده میتیم. 1% خداونده، شفا از جانب خدا است. ما سبب 1% خدا میتونیم. ما شفا داده گفته نمیتونیم که ما شفا داده میتونیم. ما استعماره خوش روز میکنیم، کانادا یابی میکنیم. امروز در 3-4 روز همش از توبت کردن روز کرده میتونیم. سلامت باشید. تشکر جان.